شکیلا جان صحتت خوب است؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟ صحت خوب؟ میبخشی من می کلپ شما را که شنیدم بیخی من والا با تشویش شدم. میخواستم که خدا خودکشی کنم، باز گفتم باشه یک پیام بانم که از پیام خود چی نتیجه میبینیم بعد از او. او دختر یک ذره شما متوجه تان باشه، دخترم نیستی، خانم هستی. تو باید اکثر یک نفر عاشق میشدی که اقلا نمام خمرش یک 40-45 میبود که این پسندای سال ما باشه. تو رفتی سراش، تو که عاشق شدی بسیار یک کار تعجب است والا. باز او را که بگیری خوب بچه از کار بچه کلش کچه. تو باید یک پیشنهاد میکردی در افغانستان زیاد زن مرده زیاد است، برای دونما یک کلپ میمانی حتما یکیش برای تو چی میگم. خب باز هم من خودم فعلا زن نکردیم. ما منمت اول عاشق یک دختر بودم که مگه ما براستی عاشق بودم تو ورنه ما تال عاشق ازمون هستم مگم نگرفتیم میشه. خدمی چیزا صرف نظر میکنیم مگه باز هم دلت در پیشنهاد عروسی هستک. آدرس مرا پیدا که نام ملنگ فامیلی به نام ملنگ مرا مشناسن. هر لحظه که تو خواسته باشی ما آماده عروسی هستم کتی تو دیگه. همی برادر ردش اعلابته هم پیسه گکای تا ببخش بروای ننو بابید. اگر پیسه کار داریم من یک نمره زمین در منطقه دارم و نمو را به نامت میکنم هم پیسه تزو ببخش. دیگه چیز گفتنی ندارم دیگه. خدا کنه که گپ ما را بشنوی، دقیق بشنوی، متوجه هستیم که چه وقت پیامتم بر ما را